سلام تماشابینان گرامی، خلاصه خبرهای مهم 28 نوامبر تاجیکستان و منطقه را از پایگاه خبری بامداد برایتان پیشکش میکنیم. شروع میکنیم از یک نگاه کوتاه به سرخط خبر مهم روز. در این برنامه رئیس جماعت اسماعیل نویه غفوروف به زمین فروشی عیبدار می شود. صحبت مقامات با بلاگر منیژه امیدالله برای ویدیو با شمشیر بستن راه داماد. در فیض‌آباد یک مرد زن همقدرش را برای پول کشته، مردش را در غار پرتافته است. نشان دهنده برای حساب‌ها 72 سامانی شد. این نرخ بسیار چیزها از جریمه ها تا پول تنظیف‌کار را بالا میبرد. راننده سالخورده رخش تاکسی را برای دغلی جریمه بسته از کار راندند. و اکنون تفصیلات خبرها. یک منبع آگاه پایگاه خبری بامداد روز 28 نوامبر سال 2023 خبر داد که رئیس جماعت دیهات اسماعیل نویه باباجان غفوروف موحدینوف با اتهام فروش غیر قانونی زمین دستگیر شده است و اینک 2 ماه باز در بازداشتگاه واقع در شهر استرافشان زیر حبس پیشکی قرار دارد. به گفته این منبع رئیس جماعت ماه سپتامبر سال 2023 از شهروند استقامت کننده دیهه قراچنگل جماعت دیهات اسماعیل با وعده برای جدا نمودن قطعه زمین نزد یولگی مبلغ 10,000 سومونی طلب کرده گرفته است. صحنه 23 سپتامبر سال 2023 در نتیجه از طرف کارمندان شعبه وزارت کارهای داخلی نویه باباجان غفوروف گذراندن چاره‌بینی فوری و تفتیشاتی موحدینوف بعد از شهروند گرفتن مبلغ 10,000 سومونی در جای حادثه یعنی در اتاق کاریش دستگیر کرده شد. مبلغ مذکور همچون دلیل شیعی از او یافته و گرفته شد. این چنین هنگامی از نظرگذرانی اتاق کاری این رئیس جماعت از داخل میزش روی خط یافت شده است که در آنجا نام مناسب زیاده از 10 ساکن دیههای قراچنگل و اوپان نوشته شده بود. هنگام بازپرسی این شهروندان معلوم گردید است که آنها نیز به واسطه حاجی عبدالرزاق نام شخص که رئیس دیهه قراچنگل بوده است به رئیس جماعت موحدینوف برای گرفتن قطعه زمین هر کدام 10,000 سومانی مبلغ دادند. نقل کرده است صحبت بامداد. موحدینوف را 26 سپتامبر سال 2023 در اتاق کاریش نیم ساعت پیش از آغاز اجلاسی مجلس وکیلان خلقی جماعت دستگیر کردند. نسبت به او بر اساس قسم دوم ماده 316 کودکس جنایتی تاجیکستان با اتهام بیرون برآمدن از حد وکالت از جانب نفری که رهبر مقامات محلی اجرایی حکومت دولتی است پرونده جنایتی گشودند. این بند قانون همچون جزا و جریمه به اندازه از 730 تا 1227 نشان دهنده برای حساب‌ها یا محروم ساختن از آزادی به مهلت 8 تا 7 سال زندان را پیش بینی می‌کند. عین حال موحدینوف در سزا یا بازداشتگاه شهر استرافشان قرار دارد. یک منبع آگاه از جریان تفتیش پرونده به بامداد گفت که در رفت تفتیشات موحدینوف نسبت رئیس نویه باباجان غفوروف سلیمزاده نصرت الله نیز بیانات داده گفته است که رئیس نویه از زمین فروشی او خبر داشت. موحدینوف گفته است که پولی را که از مردم میگرفت او خودش تنها نمیخورد، اما به گفته منابع بامداد بیانات موحدینوف به ضد سلیمزاده را تفتیشات تحقیق نکرده و این بیانات از درون پرونده به طور اسرارآمیز غیب شده است. نفر میانرو بین کارافتادگان و رئیس جماعت حاجی عبدالرزاق عین حال در جستجو قرار دارد. بنا به معلومات خود همان روزی که رئیس جماعت را دستگیر کردند حاجی عبدالرزاق توسط ازبکستان به سمت نامعلوم فرار کرده است. تقسیم قطعه زمین برای تاجیکستان که اهالیش به صورت رکوردی در حال افزایش است سالها باز به مشکل رقم 1 تبدیل یافته است. تقسیم قطعه زمین همین طور یک منبع عمده کروپسیا برای مقامات محلی و حکومت دولتی از جمله در سطح جماعت‌ها و شهر و نویه به شمار می رود. هر سال 10 منصبدار اساساً رده‌های پایان با جرم زمین فروشی به دست می‌افتند، ولی در اکثر مواردها با پرداخت یگان جریمه ناچیز از جوابگری خلاص می‌شوند. معیار نشان دهنده برای حساب‌ها در سال آینده 4 سومونی یا 6.88% زیاد می شود. آن 68 سومونی است و سال 2024 72 سومونی خواهد شد. در این باره در متن قانون بودجه دولتی تاجیکستان برای سال 2024 که در پورتال اطلاعاتی حقوقی وزارت عدلیه کشور نشر شد ذکر شده است. در ماده 23 قانون گفته می شود که از 1 ژانویه سال 2024 نشان دهنده برای حساب‌ها جهت حساب‌کنی انداز پرداخت‌های دیگری حتمی، مجازات جریمه‌ای، پرداخت‌های اجتماعی، این چنین برای حساب‌کنی این یا آن بزرگ‌های
ارزش حد نهایی که مطابق قانونگذاری جمهوری تاجیکستان تطبیق کرده می شوند به اندازه 72 سومونی مقرر کرده شود. این نشان دهنده موافق قانون درباره نشان دهنده های حسابها که از 1 یولی سال 2008 مورد عمل قرار دارد در بودجه دولتی با نظرداشت سطح تورم پیش بینی شده است. با افزایش نشان دهنده برای حسابها، حجم اندازها، باجها، جریمه ها، پرداخت های حتمی، کمک پولی های اجتماعی و علاوه پولی ها متناسباً تغییر می‌یابند. از جمله حجم پرداخت خدمت حربی پولکی نیز تغییر خواهد یافت. حکومت کشور با وارد کردن تغییرات به قرار حکومت جمهوری تاجیکستان از 30 ایول سال 2021 تحت رقم 299 درباره ترتیب ادای خدمت حربی در هیئت ذخیره‌های دولتی سفربری، حجم مبلغ برای ادای خدمت حربی در هیئت ذخیره دعوت سفربرکنی را از 420 نشان دهنده برای حسابها به 750 نشان دهنده برای حسابها عوض کرده است. طبق نشان دهنده نو برای حسابها، آنهایی که میخواهند خدمت حربی پولکی انجام دهند به جای 51,000 از 1 ینور سال آینده 54,000 سومونی را پرداخت میکنند. همین طریق مبلغ سیاه کردن شیشه های ماشین‌ها نیز بالا میرود. صاحبان ماشین‌های استحصالشان تا 31 دکبر سال 2004 باید از 1 ینور سال آینده 4,680 سومونی پرداخت کنند، یعنی 65 نشان دهنده برای حسابها. در حال حاضر این مبلغ 4,420 سومونی را تشکیل می‌دهد. صاحبان ماشین‌های ساخت سال 2005 و بعد آن از سال آینده 6,048 سومونی پرداخت می‌کنند، یعنی 84 نشان دهنده برای حسابها. آنها 5,712 سومونی می‌سپارند. اجازت برای سیاه کردن شیشه ماشین‌ها به مدت 1 سال داده می‌شود. از سال 2010 این جانب مبلغ‌های از این جمع شده به صورت حساب مخصوص نیروگاه روغون گذرانیده می‌شوند. اجازتنامه را از شعبه‌های ریاست بازرسی دولتی اتومبیلی گرفتن ممکن است. 5 سال آخر همه ساله معیار می‌افزاید. از سال 2000 تا سال 2010 در تاجیکستان سیاه کردن آینه ماشینا ممنوع بود. مقامات آن را با وضع اجتماعی سیاسی کشور و مبارزه با افزایش جنایتکاری مربوط می‌دانستند. اندازه نشان دهنده برای حسابها تا سال 2019 در 1 سال 1 مرتبه و سال 2019 تا 2024 هر سال می‌افزاید. در سالهای 2015 2016 نشان دهنده حساب 40 سومونی را تشکیل میداد. سالهای 2017 2018 50 سومونی، سال 2019 55 سومونی، سال 2020 58 سومونی، سال 2021 60 سومونی، سال 2022 64 سومونی، سال 2023 68 سومونی و سال 2024 72 سومونی می شود. کمیته دین و تنظیم رسمی عنعنه‌های تاجیکستان روز 28 نوامبر سال 2023 در صفحه نشریه رسمیش مجله دین و جامعه در فیسبوک خبر داد که منیژه امیدالله بلوگر جوان تاجیک را برای تبلیغ یک عنعنه برای مردم ما بیگانه در توی خویشاوندانشان به مقامات دعوت کرده با او صحبت گذرانیدند. اخیراً در یک ویدیویی که در اینترنت نشر میشد دیده میشد که خویشاوندان طرف عروس در رو رای درآمد داماد به حجره عروس را با شمشیر بسته از او تقاضا میکنند که اول دم این شمشیر را با پول پر کنند و داماد زیر کفکوبی ها از جیبش پول برآورده در دم شمشیر تا پر شدن آن آویزان میکند. کمیته دین در واکنش گفت اخیراً توسط شبکه‌های اجتماعی نوار پهن گردید که در آن شهروند نظر و منیژه در مراسم خانه‌دارشوی یکی از پیوندانش با استفاده از اصولهای برای فرهنگ ما بیگانه از اشتراکداران مراسم مبلغ جمع کند. وابسته به حالت مذکور روز 27 نوامبر سال روان شهروند نظر و منیژه برای صحبت با نماینده مقامات وکالتدار دعوت کرده شد. نامبرده با درک طلبات قانون جمهوری تاجیکستان درباره تنظیم عنعنه و جشن و مراسم در جمهوری تاجیکستان از کردار خود صدقاً پشیمانی نموده ابراز داشت که از کرده خود پشیمان است و به دیگران نیز مصلحت نمی‌دید که چون این کردار برای مردم ما بیگانه را هنگام دایر نمودن جشن و معرکه ها عملی کنند. کمیته دین افزود که نسبت به نظر و منیژه در دایره طلبات قانون جمهوری تاجیکستان درباره تنظیم عنعنه و جشن و مراسم در جمهوری تاجیکستان چاره‌های ضروری اندیشیده می شود. خود منیژه امیدالله که در شبکه‌های اجتماعی خیلی فعال است تا حال به خبر کمیته دین واکنش نکرده است و معلوم نیست که آیا او در حقیقت اظهار پشیمانی کرده است
این هم معلوم نیست که آیا بر اساس قانون تنظیم چه جزایی را نسبت به او روا خواهند دید. کودکس حقوق ویرانکنی ماموری تاجیکستان برای ویران کردن قانون تنظیم همچون جزا جریمه های انگفتی را که از 3400 سومونی سر می شود پیش بینی کرده است، ولی این جریمه ها اساساً برای دعوت شماره بیش از 140 یا 150 میمون و بیش از 3 ساعت مقرر شده دایر کردن معرکه ها بدون شرطنامه، هنرنمایی کردن هنرمندان و امثال این را استفاده می شدند تا کنون درباره یگان مورد مجازات شهروندان برای استفاده از عنعنه‌های برای مردم تاجیک بیگانه خبری به دست نرسیده است. منیژه امیدالله برخی از عکس و ویدیوهای از توی خویشاوندانش را در صفحه‌های خود نگاه داشته است، ولی اون ویدیوی جنجالی با شمشیر بستن روی داماد را پاک کرده است. تماشابینان عزیز، یادآور می‌شویم خلاصه مهمترین اخبار تاجیکستان را از پایگاه خبری بامداد تماشا دارید. برنامه را ادامه می‌دهیم. روز 27 نوامبر سال 2023 در شبکه‌های اجتماعی ویدیوی دغل رفتاری یک راننده رخش تاکسی نشر شد. به گفته مؤلف ویدیو، در نزد بازار میرگان راننده سالخورده تاکسی که او منع کرد با بهانه اینکه او با خود بار دارد گفته است من تو را نمیبرم. مشتری از راننده پرسیده است که برای چی نمیبرید؟ من از شما شکایت میکنم به شرکتتان. اما راننده پاسخش داده است که هم او را و هم شرکتش را فلان میکند. مشتری نوشته بود که از بس که من امروی همسرم بودم از سخنهای این موی سفید شرم داشتم و دیگر سخنی نگفتم. مگر این کار درست است؟ برای چه رانندگان تاکسی تا این درجه بدرفتار شدند؟ مگر آنها به ما رایگان خدمت میرسانند؟ این ویدیو موج واکنش ها را به بار آورد و بسیاری ها با محکوم کردن رفتار و گفتار راننده سالخورده از مقامات خواستند تا نسبت به او چاره های قانونی بیاندیشند. واکنش مقامات دیر نکرد. مؤسسه دولتی کمانالی دوشنبه نقلیات خدمت رسان که امور نقلیات جمعیت پایتخت تاجیکستان را در دست دارد، علاقه شام 27 نوامبر با نشر یک اطلاع تحت عنوان راننده دغل گفتار در صفحه رسمیش در شبکه فیسبوک خبر داد که شرطنامه خدمت رسانی از جانب شرکت سیاحان رخش تاکسی یک طرفه قطع گردیده رقم دولتی واسطه نقلیات برای از قید جمعیت برآوردن گرفته شد. عملکرد راننده واسطه نقلیات رقم قید دولتیش 8571-05 محمد نورف ظریف عبدالحکیموویچ از جانب ساختار دخلدار پایتخت مورد بررسی و چاره‌جویی قرار دارد. گفته میشد همچنین در اطلاعیه مؤسسه نقلیاتی شهر دوشنبه میلیس پایتخت صبح 28 نوامبر خبر داد که در اساس نوار در شبکه‌های اجتماعی نشر گردیده از جانب کارمندان مقامات میلیس پایتخت شهروند محمد نورف ظریف عبدالحکیموویچ سال تولدش 1960 ساکن شهر دوشنبه راننده اتومبیل تمغه خونده رقم قید دولتیش 8571-05 برای دغل رفتاری دستگیر کرده شد. خود محمد نورف برای شرح مستقیم قضیه دسترس نیست، ولی به گفته میلیس دوشنبه ضمن سنجش معین کرده شد که او از سال 2019 تا این زمان همچون راننده واسطه نقلیات مسافرکشان در شرکت سیاحان یا رخش تاکسی 3333 کار فعالیت می نماید. نامبرده صحنه 27 نوامبر سال جاری تخمین ساعت 11:30 هنگام فعالیت کاری در نزد بازار میرگان نسبت یک مسافر زن دشنامه قبیح گفته در برابر شأن و شرف او را پس زدن ترتیبات جمعیتی را نیز ویران کرده است. وابسته به حالت مذکور نسبت به محمد نورف ظریف طبق طلبات ماده 460 کودکس حقوق ویرانکنی مأموری جمهوری تاجیکستان با اتهام می دولتباشی پروتکل مأموری ترتیب داده شده. در اساس قرار دادگاه نسبت نامبرده جزا در نمود جریمه مأموری به اندازه 10 نشان دهنده برای صبحها یعنی 680 سومونی تطبیق کرده شد. همزمان از جانب شرکت سیاحان شرطنامه خدمت رسانی با شهروند محمد نورف ظریف قطع کرده شد. تصدیق شده است در خبر ریاست وزارت کارهای داخلی شهر دوشنبه. در ویدیو از لاس وگاس نشر شده دیده می شود که یک گروه مخلصان تاجیک قبلا از برآمدنش به رینگ محمد خوجا یعقوبوف را با شعار مشهور تاجیکستان به پیش رو بلند می کنند. محمد خوجا یعقوبوف از این قبل ماه اپریل سال 2023 جواهربek کریموف از ازبکستان را با نکاوت
در دور اول نبرد شکست داده بود. مژدن توجک در عموم 21 پیروزی از جمله 11 پیروزی با نکاوت و مگی یک باخت داشته. تا نبردش با ویسنت در ریتینگ WBC در زینه سیوم بود. در زینه اول این ریتینگ پابلو وینسنت قرار داشت که در سبقتش 23 پیروزی از جمله 17 پیروزی با نکاوت و مگی 2 باخت دارد. از این قبل ماه سپتامبر سال 2023 وینسنت خورخه مویارو با نکاوت فنی شکست داده بود. با پیروزی بر رقیب یک ریتینگ WBC محمد خوجا یعقوبوف مقام داوطلب رسمی عنوان قهرمان جهان در وزن تا 59 کیلو طبق فرضیه این سازمان مژدنی را به دست آورد و باید اکنون با قهرمان فعلی جهان مژدن امریکایی اوشاکی فوستر رقابت کند. ماه مارس سال 2022 یعقوبوف در دبی با فوستر برای دریافت مقام داوطلب عنوان قهرمان جهان وارد رقابت شده بود، ولی اون دفعه شکست خورد و فوستر توانست بعدا عنوان قهرمانی را هم به دست بیارد. اون باخت یگانه شکست در سابقه ورزشگر محمد خوجا یعقوبوف به شمار می رود. محمد خوجا یعقوبوف یکی از معروفترین مژدن‌های کسبی از تاجیکستان بوده. 2 مرتبه چمپیون آسیا طبق فرضیه WBC شده است و سال 2019 به این سو عنوان قهرمان بین المللی جهان طبق فرضیه این سازمان را در دست خود نگاه می دارد. یعقوبوف همچنین طبق فرضیه WBO باز یک سازمان معتبر بین المللی بوکس 2 مرتبه قهرمان جهان در بین جوانان شده است. یعقوبوف محمد خوجا اسکندرویچ 31 مارس سال 1995 در اصفهان به دنیا آمده است. او 12 دکامبر سال 2015 بار اول در بوکس کسبی قوه‌آزمایی کرد و در نخستین نبردش ولادیمیر تریخوف از روسیه را شکست داد. در 8 سال در بوکس کسبی مژدن توجک 22 مرتبه به میدان برآمده، 21 مرتبه پیروزی به دست آورده است، از جمله 11 پیروزی با نکاوت. او همگی یک باخت دارد و این همان شکستش از رقیب آیندهش فوستر است. فوستر حالا موظف است که برای حفظ مقام چمپیونی به مقابل یعقوبوف به میدان برآید. امیدواریم که محمد خوجا یعقوبوف این بار نقارش را از این رقیب امریکایی خواهد گرفت و فوستر را از مقام چمپیون جهان محروم ساخته این عنوان را به جیب خود خواهد انداخت. یک مرد 39 ساله ساکن نویه فیض‌آباد بعد 7 ماه کشته شدن یک زن 39 ساله ساکن همین نویه به دست داشتن در قتل بیرحمانه این زن عیبدار شده است. مرکز مطبوعات وزارت کارهای داخلی تاجیکستان روز 27 نوامبر سال 2023 خبر داد که ضمن برگزار نمودن چهاربینی اپراتیوی جستجویی از جانب کارمندان میلیسیا مرد 39 ساله ساکن نویه فیض‌آباد با گمان صادر نمودن جنایت‌های سنگین روزنی و کشتار دستگیر کرده شد. خود این مرد دستگیر شده و نزدیکانش برای شرح قضیه دسترس نیستند، ولی بنا به فرضیه وزارت کارهای داخلی حادثه چنین رخ داده است. نامبرده 24 اپریل سال 2023 تخمینا ساعت 16:40 در زمین‌های دهه ستاره نویه فیض‌آباد امروی زن 39 ساله ساکن نویه مذکور یک ظرف پر از مشروبات را نوشیدند و زن 39 ساله را خواب برده است. گمان برشونده از خواب بودن جبر دیده استفاده برده، همیان او را کشاده، مبلغ‌های پولی را دیده، با دستانش گلویش را بوغی کرده، قصداً او را از حیات محروم ساخته است. بعد کشتن زن گمان برشونده جسد مرحوم را به داخل غار پرتافته، مبلغ 15,000 سومونی و یک عدد تلفن موبیلی تمغه سامسونگ او را تصرف نموده از جای حادثه غیب زده است. به ضد مرد دستگیر شده بر اساس 2 ماده کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان ماده 104 قسم 2 بند ای آدمکشی با نیت غرضناک و ماده 249 قسم 4 بند ب روزنی با مقصد به دست آوردن پول و مال پرونده جنایتی آغاز کرده شده تفتیشات ادامه دارد. به ساکن فیض‌آباد بر اساس این 2 بند قانون برای کشتار از 15 تا 25 سال زندان یا حبس عمرباد و برای روزنی از 15 تا 20 سال زندان تهدید می‌کند. شخصیت مرد دستگیر شده و زن جبر دیده آشکار کردن شده است، ولی وزارت کارهای داخلی تاجیکستان گفت که گمان برشونده قبلا بر اساس ماده 385 کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان با جرم از سبب ترسانچکی یا بی‌جرأتی با اختیار خود تسلیم شدن به اسیری و بر اساس ماده 228
کودکس جنایتی روسیه با جرم قاچاق مواد مخدر زندانی شده است. درباره اینکه او کی و در کجا و چگونه و به کی به سبب ترسانچکی یا بی‌جرأتی تسلیم شده است در خبر چیزی گفته نشده است. بنا به آمار رسمی وزارت کارهای داخلی تاجیکستان در نیمه اول سال 2023 در جمهوری 24 حادثه آدمکشی، 5 حالت روزنی و 61 مورد غارتگری ثبت شده است. این نظر به نیمه اول سال گذشته نسبتاً کمتر است، ولی آمار جنایت‌های وزنین در کشور همان نگرانی کننده باقی میماند. به مقامات میلیشیا با عریضه زن 28 ساله ساکن نویه جیهون مراجعت نموده است که 23 نوامبر سال 2023 هنگامی در جماعت دیوات قمسنگر قرار داشتنش شخصان نامعلوم با طریق زورآوری از دستش یک عدد تلفن موبیلی تمغه ردمی 10 را تصرف نموده از جای حادثه غیب زدند. ضرر رسانده شده 2000 سومانی را تشکیل می‌دهد. در نتیجه گذراندن چاره‌بینی اپراتیوی جستجویی از جانب کارمندان میلیشیا، مرد 38 ساله ساکن همین ناحیه با گمان صادر نمودن جنایت غارتگری دستگیر کرده شد. از روی حادثه مذکور تفتیشات ادامه دارد. به شعبه وزارت کارهای داخلی در شهر ایسار عریضه مرد 27 ساله ساکن شهر مذکور وارد گردیده است که 24 نوامبر سال 2023 شخصان نامعلوم با راه پنهانی به مغازه خوراکواریش در آمده از آنجا محصولات خوراکواری و اشیاءهای روزگار را دزدیده از جای حادثه غیب زدند. ضرر رسانده شده 91000 سومانی را تشکیل می‌دهد. هنگام گذرانیدن چاره‌بینی اپراتیوی جستجویی از جانب کارمندان میلیشیا، مردان 27 41 و نوبالغ 17 ساله ساکن همین شهر همچون گمانبر در صادر نمودن جنایت دزدی دستگیر کرده شدند. از روی این حادثه تفتیشات ادامه دارد. در نتیجه گذرانیدن چاره‌بینی اپراتیوی جستجویی از جانب کارمندان میلیشیا معین کرده شد که مرد 33 ساله ساکن نویه باباجان غفوروف در دوام ماه نوامبر سال 2022 تا ماه سپتامبر سال 2023 با راه فریب به باوری مرد 35 ساله ساکن شهر خوجند در آمده با بهانه تجارت مبلغ 327000 سومانیش را گرفته به احتیاجات خود صرف نموده است. اوید به این حادثه پرونده جنایتی با مال 247 قسم 4 کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان آغاز کرده شده تفتیشات ادامه دارد. تماشابینان عزیز و گرامی، این بود مرور به خلاصه چند خبر مهم امروز تاجیکستان. خبر و گزارش‌های بیشتر از تاجیکستان و درباره تاجیکستان و اطراف آن را در سامانه پایگاه خبری بامداد در این نشانه پیگیری نمایید: www.bomdad.com. خوش باشید.